منو که میشناسی. خب اگه چنل ما دنبال میکنید میدونید که چند وقت پیش پیسی گرفتم و حالا ویدیوش هم تو کانال هست، اگه دوست داشتید میتونید برید ببینید. و برای استفاده کردن از پیسی نیاز به موس و کیبورد داریم و من میخوام اون موسی که گرفتم و بهتون معرفی کنم و براتون آنباکسش کنم. و موسی که اینجا داریم ریزر وایپر کوچک، یه موس گیمینگ تو رنج قیمتی 2 میلیون تومنه و خیلی خفنه. حتما تو این ویدیو با من همراه باشید و اگه دوستش داشتید حتما لایکش کنید و اگه دوست داشتید ویدیوی بعدی منو از دست ندید حتما توی کانال سابسکرایب کنید. و حالا بریم سراغ آنباکس و معرفیش. خب بچه اینم از موس ریزر وایپر مینی. قیمتش هم که من گرفتم 1,940,000 تومان بود و توی شهرمون خیلی کمیاب بود، یعنی اصلا توی شهر ما نبود، تو کرمانشاه. و اینکه اینترنتی اینو سفارشش دادم و قیمتش هم همین حدود 2 میلیون تومان. اگه گیرتون اومد به نظرم بگیرید. بریم سراغ آنباکسش. خب این که جعبهشه، جعبه خیلی کوچولو و زیبا. یه برچسب اینجا داره، اینو باید بازش کنیم. باز شد دیگه خدایا. این هم از این. خب فکر کنم این باید رو بالا بیاد. اینم چطوری؟ آها بله، بسیار زیبا. خب مثل این که توی کارتونه. برش بیاریم. خب این هم از این. آقا به به. جعبه را کنار میگذاریم. دفترچه راهنما داره، حتما باید بخونم 6 دور. اوکی، ما داریم زحمت میکشیم. و اینم خود موس. بله من توی سوال سیمش رو در بیاوریم. چه سیم با کیفیتی. بله چیز یو اس بیش هم سبز توش، جالبه. خود موس را در بیاوریم و این هم از خود موس. به چه طراحی زیبایی. امیدوارم تو دوربین همه چی معلوم باشه و جدی طراحیش خیلی خفنه. یه مشکی مات داره و فکر کنم طراحی کل این قسمت‌های بدنش یکی باشه و سنسوری هم که داره، سنسورش اپتیکاله و حداکثر شتابی که داره 35 تاست، حداکثر سرعتی که داره 300 آی پی اس، دی پی آیش هم 8500 تاست حداکثر دی پی آیش. و حالا بریم به پی سی وصلش کنیم ببینیم آر جی بی اوناش چطوریه. خب بچه و اینم موس خیلی زیبای ما و آر جی بی هایی که داره، یکیش خود لوگوی ریزره، یکی این پایین حالت نیم دایره داره و فوق العاده خوشگله. مخصوصا وقتی که اتاق تاریک باشه نورش کاملا روی موسپدتون معلومه و واقعا زیباست. طوری هم که موس به سیستمتون وصل میشه با یه دونه یو اس بی تایپ A، همونطوری که تو تصویر اول دیدید. و طول سیم خیلی با کیفیتی هم که داره حدود 2 متره و یه ویژگی فوق العاده خفنی که داره اینه که وزنش فقط 60 گرم، 60 یا 61 گرم و این برای بازیایی مثل بازی شوتر فوق العاده عالیه. یعنی مثلا الان شما فرض کن توی سی اس گو اینجا رو داری نگاه کنی یه دونه فلیک شات میزنی. و 6 تا دکمه قابل برنامه ریزی داره. این دوتاشه، اینم دوتا، اینم دوتا. آقا عالی شد 6 تا. و خود شرکت ریزر گفته هم افراد راست دست میتونن از این استفاده کنن، هم افراد چپ دست. ولی دروغ گفتین. آدم استرن. این دوتا دکمه‌ای که داره فقط سمت چپشن و میشه گفت فقط برای افراد راست دست قابل استفاده ان. و زیرش هم از این حالت صابونی طورا داره که روی هر سطحی میشه گفت کار میکنه و الان هم مثلا روی موس بده خیلی راحت و روون میاد و میره و کاملا اوکیه. و از لحاظ کوالیتی و کیفیت جدی جنس متریالش خیلی خفنه. این رنگ ماتی که داره با این آر جی بی ها جدی ترکیب خیلی خوشگلی داره. حالا توی دوربین خیلی معلوم نیست ولی چیزی که من دارم میبینم واقعا خفن تره. این اسکرول بیلی هم که داره به صورت پله‌ایه و فوق العاده با کیفیت و هم روونه هم مثلا اون مقاومت رو داره. خیلی جالبه، جدی خوشم اومد. حالا بریم نکات مثبت و منفی که تو این 2-3 ماه باشون سر کار داشتم و بهتون بگم. بریم سراغ اولین و مهمترین نکته مثبتی که داره، یعنی وزن خیلی کمش. یعنی بچه‌ها اصلا شما احساسش نمی‌کنید و وحشتناک خوبه و توی گیم‌های شوتر خیلی کاربردی. یعنی چه میدونم شما برای چه فلیک شات بخواید بزنید، اسنایپ بزنید یا اینطور کارا خیلی به کارتون میاد و برای استفاده طولانی مدت هم واقعا خوبه. مثلا چه من میام ادیت میزنم یا هر کاری که انجام میدم اصلا دستتون رو خسته نمیکنه. نکته مثبت دومش اینه که خیلی خوش دسته. نکته سومش هم اینه که واقعا سیم با کیفیتی داره بچه‌ها و خیلی روونه. نکته چهارمی هم که داره بچه‌ها اینه که آر جی بی هاش واقعا قشنگن و خود نرم افزار ریزر میتونید چه حالتاشو تغییر بدید و هر جوری که دلتون بخواد کاستومش کنید و واقعا قشنگه. و بچه‌ها تنها مشکلی که من باهاش سر و کار دارم اینه که خب همونطوری که تو ویدیو قبلی دیدید من کیسم روی میزه و مانیتورم هم پایه داره و سیم موس به مانیتور گیر میکنه به پایه‌اش.
به طور مثال من الان دارم کانتر بازی میکنم، میخوام ایممو بیارم سمت چپ، سیمه گیر میکنه به پایه و یه گیر خیلی کوچولو ایجاد میکنه. حالا این شاید برای خیلیا این مشکل نباشه، ولی خب من چون که کیسم روی میزه و موس پدم خیلی فضا نداره این مشکل برای من هست. البته موس سیمی دیگه بود این مشکل رو داشتم، ولی خب گفتم بهتون بگم دیگه. سلاطین مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر از دیدنش لذت بردید حتما لایکش کنید و اگه میخواد ویدیوهای بعدی منو از دست ندید حتما توی کانالم سابسکرایب کنید که دیگه زودتر 100 تایی بشیم آقا. و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ. Show me